سلام. حکم دادگاه بلژیک در مورد اسدالله اسدی و 3 مزدور همدستش یکی از پیروزی‌های تاریخی مقاومت ایران و یکی از ضربات سوزناک برای ولی فقیه بود. چرا که برای اولین بار یکی از دیپلمات تروریستاش که همیشه قصر در می‌رفتند، این بار طعم دادگاه و زندان رو چشید و قراره که یه 20 سالی، یعنی تا یه چیزی دور و بر 1420 توی زندان بمونه و اون وقت توی یک جهان متفاوت، جهانی بدون خامنه‌ای و وقتی که دیگه هیچ اثری از حکومت آخوندی باقی نمونده، تازه بیاد بیرون. طبعا این خبر دل همه مردم ایران رو شاد کرد. هموطنانمون در داخل کشور با شیرینی این پیروزی رو جشن گرفتن. نه از اختناق حاکم بر ایران جداست و نه از برنامه بومسازی. این پیروزی در دادگاه علیه تروریست را تبریک عرض میکنم. در مجاهدین گرد. در فضای مجازی هم همون روز هشتگ امروز اسدی فردا خامنه‌ای خیلی زود توی ترند ایران بالا اومد و از هشتگ های مرتبط با این خبر مثل دیپلمات تروریست یا اسدالله اسدی هم خیلی استقبال شد. این ابراز خوشحالی فقط خاص هواداران مقاومت ایران نبود، بلکه از اونجایی که این حکم یک ضربه کاری به تروریسم دولتی آخوندی بود و در عرصه بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته بود، اغلب هموطنان تبعیدی و مخالفین حکومت آخوندی هم از این حکم استقبال کردند. یک بار دیگر به هر صورت اگر من از طرف خودم دارم صحبت میکنم، اگر هیچ گونه همفکری یا همخونی با گروه مجاهدین من ندارم، ولی نوش جونشون این پیروزی و تونستن ثابت بکنن به جامعه جهانی که جمهوری اسلامی برای آدمکشی اومده بودش. بسیار سپاسگزارم جناب آقای هومن شهروندی عزیز. و آفرین، خیلی قشنگ موزیکی قشنگی کردیم. ما علیرغم اینی که با مجاهدین اختلاف نظر داریم ولی پیروزیشون رو ما هم تبریک میگیم. آفرین، باریکالله. و این شرمندگی بر جمهوری اسلامی بس که دیپلماتش رسما میشه تو این عملیات انتحاری در انتظار بوده و من چقدر خوشحالم که این اتفاق نیفتاد. بله. ترور محکومه، تروریست محکومه، کشتن محکومه و بازم تکرار میکنم این پیروزی واقعا نوش جون مجاهدین خلق که پیروز شدن در این دادگاه و این دادگاه تنها اسدی نبود، جمهوری اسلامی محکوم شد. باید بگم که به غیر از این 3 نفر امروز پلیس خیلی زیرکانه و سخنگوی دادگاه خیلی زیرکانه گفتش که کسانی که در این پروسه تروریستی از اسدالله اسدی پول دریافت کردن و پول به حسابشون واریز شده، امیدواریم که شب راحت بخوابن. این خودش یک پیامی داره برای دیگر تروریست هایی که در حال حاضر مشخص نیست چه کسانی هستند. دادگاه عالی بلژیک به این باور هستش که کسان دیگری در این پروسه هستند و در آینده دور و نزدیک آنها را هم به تله خود راه خواهند داد و به دام خواهند افتاد. هرچند که اون کسان دیگه‌ای که توی اسناد اسدی ذکر خیرشون به میون اومده هنوز اسمشون علنی نشده، ولی برخی ها واکنش هایی نشون دادن که اون ضرب مسئله چی بود؟ چوب و گربه دزد و فرار رو یادآوری میکنه. درست توی روزهایی که همه رسانه‌های دنیا داشتند از ضربه‌ای که رژیم خورده بود صحبت میکردند، آیت الله BBC طبق سنت همیشگیش که مددرسانی به آخوندها در شرایط خطرناک هست، در نقش ونتیلاتور عظما یک گزارش دوغکی پخش کرد تا یکی از مزدورها رو در ببره. جهان من در رابطه با شعر جهان نبرد ساختارهاست، ساختارهایی که من میبینم خودش تبدیل به یک شعر شده. چهره‌ای شناخته شده میان مهاجران ایرانی علاقمند به ادبیات در اروپا، شاعری 57 ساله که از صلح میگفت و از سر خشم از حکومت به زبان کنایه دلتنگ زندان اوین میشد. دلمان تنگ شده برای شب‌های اوین. او حالا به جرم همکاری در یک طرح بمبگذاری در حومه پاریس
در دادگاهی در بلژیک به 17 سال زندان محکوم شده. مهرداد عارفانی که شعر می‌نوشت و دکلمه می‌کرد و در محافل ادبی به نقد متن می‌نشست، امروز یکی از محکومان پرونده برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در گردهمایی سالانه مجاهدین خلق در فرانسه است. پرسش‌های زیادی بی پاسخ مانده، از جمله اینکه چه شد هوادار سابق مجاهدین به دشمنی با آنها برخاست، یا مهمتر چه چیزی شاعر را بمبگذار کرد. BBC یه جوری تلاش میکنه از این موضوع تروریست شاعر بیرون بکشه که انگار میخواد از عنبرنثارا کره بگیره. چون تو این گزارش شما هیچ چیزی از اون 226,000 یورویی که دادگاه از عارفانی ضبط کرده و بقیه پولهایی که گرفته و دادگاه نتونسته به دست بیاره و اون هم نتونست توی دادگاه هیچ توضیحی دربارش بده و اون تجهیزات جاسوسی و فیلمبرداری که توی خونش پیدا شده یا سفارش داده بود که بخره و اون تلفنی که توش فقط شماره اسدالله اسدی بود نمیشنوید. پرسش هایی که بی پاسخ مونده ایناست که عارفانی هم هیچ توضیحی براشون نداشت. BBC هم به این پرسش پاسخ نمیده که چرا به این موضوعات هیچ اشاره‌ای تو این گزارش نکرده. بابا تو که رفتی تمام شعراشو گوش کردی، با دقت آنالیز کردی، این سند حکم دادگاه رو ندیدی که تو همه کانال‌های تلگرامی هم گذاشته بودند که این عارفانی از اون دو موضوع بمبگذار بیشتر پول گرفته بود؟ وانگهی مگر شاعر و هنرمند بودن دلیلی بر اینه که فرد نمیتونه هیچ جرمی مرتکب بشه؟ این همه شاعر و فیلمساز و نویسنده بودن که به خدمت دیکتاتورها در اومدن. خب همین وزیر اطلاعات رژیم مگه نگفت تو این مدت چقدر فقط فیلم ساخته برای بدنام کردن مجاهدین؟ با توجه به تجربیاتی من داشتم در وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم. با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال‌های پازل، رؤیایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن محصول این رویکرد بود که با همکاری عزیزان انجام دادیم. بعد تازه این که چیزی نیست، توی تاریخ هم از این نمونه ها زیاده. مورد بوده نفر نویسنده بوده نوبل هم گرفته ولی رفته با نازی‌ها همکاری کرده، بعد گرفتن محاکمش کردن، به جرم خیانت هم محکومش کردن. آقای خزایی تو این مقاله قضیهش رو شرح داده. یکی از نمونه‌های تلخ و دلخراش آن به خدمت گرفتن یکی از بزرگترین نویسندگان اروپا، کنوت هامسون نروژی، برنده جایزه ادبیات نوبل در سال 1920 بود. این کنوت هامسون هنگامی که مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی بخش نروژ به نام میلورگ به معنای دقیق سازمان نظامی پا گرفت و با کانونهای شورشی که رفته رفته شروع و گسترش یافت دمار از روزگار تربافن، فرمانده سیاسی نظامی سپاه قدس هیتلر و مزدور نروژی تبار او ویتگون کویسلینگ در می آورد، به ناگهان این نویسنده مشهور شمال اروپا و شخصیت بسیار بالای ادبی به حزب نازیستی ناشونال ساملینک نروژ پیوست و مقاله‌هایی در طرد مقاومت سازمان یافته و کانون‌های شورشی و ائتلاف ملی علیه رهبر عظما آدولف هیتلر نوشت و گفت که اینها جانی و سرکوبگر و فرقه و شکنجهگر و تجاوزگر و چنین و چنانند. یک موضع‌گیری خائنانه، آن هم درست زمانی که بسیاری رزمنده‌های جانبرکف زندگی و خانواده را رها کرده در اشرف‌های مستقر در کوه‌ها و دره‌های مخفی و زیرزمین‌ها شبانه روز زیسته و هم کار نظامی می‌کردند و هم فعالیت‌های گسترده سیاسی و تبلیغاتی که فریاد زیگفرید ولفگانگ فهمر فرمانده گشتاپو را درآورده بودند. باری گوبلز و خود هیتلر کنوت هامسون را به آلمان دعوت کردند و با تشریفات او را در مقر کوهستانی هیتلر لانه عقاب پذیرا شدند. بعد از آزادی نروژ از یوغ ولایت مطلقه نازیسم و شکست کامل آدولف، کنوت هامسون که به عنصر بسیار منفور و آبروباخته‌ای در میان مردم تبدیل شده بود، مانند خائنین دیگر این کشور محاکمه شد، اما به دلیل ورشکستگی مطلق انسانی و بیماری روحی از اعدام و مجازات زندان خلاصی یافت و مدتی به بیمارستان روانی منتقل گردید. او سرانجام در سال 1952 در نهایت خفت و خواری درگذشت. پس این سوال که چطور میشه که یک شاعر با تروریست ها همکاری کنه، پاسخش توی تاریخ داده شده
وقتی کسی به خدمت دیکتاتور در میاد و مواجب بگیر اون میشه، دیگه تن به هر خیانت و جنایتی میتونه بده. حالا اینکه دیگه اسنادش روشن و یک دادگاه بی‌طرف 2.5 سال روش تحقیقات کرد و الان هم حکمش داده شده، 17 سال زندان. اما پرسش بی پاسخ دیگه اینه که اگر عارفانی یک چهره شناخته شده ادبی بود، چرا در این سالیان هیچ گزارشی ازش پخش نکرده بودید؟ الان یک دفعه یادش افتادید و این گزارش مغلطه آمیز رو پخش کردید؟ برای پاسخ به این سوال شاید اسم تهیه کننده این گزارش راهنمایی خوبی باشه. میتونید ضربه اساسی رو به موقع و سر جاش بزنید. علی خردپیر، BBC. این علی خردپیر اسمش آشناست، یه جای دیگه هم اسمش شنیده بودم. کجا بود؟ سلام بیننده چشمانداز شنبه 9 تیر 1397 خورشیدی برابر با 30 ژوئن 2018 میلادی هستید. من علی خردپیر هستم و در یک ساعت پیش رو میزبانی این برنامه را بر عهده دارم. بله، در همون روز شروع ماجرا که قرار بود اون بمب توی گردهمایی مجاهدین منفجر بشه، این علی خردپیر که اون زمان در اینترنشنال کار میکرد، همزمان با اون گردهمایی در استودیوی برنامهشون میزبان 2 مزدور معلوم الحال اطلاعات بود. خوش آمد میگم به آقایان مسعود خدابنده، عضو پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین، و ایرج مصداقی. خب احتمالاً هدف از هماهنگی این ترکیب نفرات توی استودیو این بوده که بعد از انفجار بمب اونجا قضیه رو به اصطلاح موشکافی کنند و همون حرف‌هایی رو بزنند که امروز دارن میزنن که بله اینهایی که بمب گذاشتن از افراد خودشون بودن. حالا این آقا امروز بعد از 2.5 سال سوالش شده که چطور شد که یک شاعر به تروریسم محکوم شده. دیگه الله اعلم. در فردای حکم این دادگاه که آه و ناله های رژیم از این ضربه توی رسانه‌هاش پر شده بود که این چه وزارت خارجه است که ما داریم، چرا کشکی نسابیده و چنین رفتار منفعلانه از خود نشون داده که حکم ظالمانه 20 سال حبس برای دیپلمات مظلوم ایرانی صادر شد، بلافاصله یه سری هم پیدا شدن که با ژست و پوز مخالف رژیم ولی به جای رژیم یقه مجاهدین رو گرفتن. مثلا توی کیهان لندن مقاله زدن که پرسش از سازمان مجاهدین این است که چطور شما نتوانستید ماموران و مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها که داخل تشکیلات شما فعال بودند را شناسایی کنید. یا مثلا در فیسبوک مقاله زدند که مجاهدین چگونه توانستند امنیت اعضا و هواداران خود را به خطر بیاندازند. بله، متاسفانه مجاهدین هم سهمی در این ماجرا دارند. با تهمت زدن نادرست به هر کس که از آنها انتقاد کرده، راه مزدوران و قاتلان واقعی را به مراسم خود باز کردند. یا این یکی هم دیگه نوبره. یک هسته تروریستی 4 نفره تشکیل یافته از یک دیپلمات تروریست و 3 نفوذی رژیم، رجوی به جای پذیرش مسئولیت با یک فرار به جلو مخالفانش را متهم می کند که عنقریب اسمشان در می آید. این منطق که الگو گرفته از همون منطق خامنه‌ایه که جای شهید و جلاد رو عوض کرده بود، اینقدر مسخره است که حتی وکلای این مزدورا هم توی دادگاه جرئت نکردن چه این حرفی رو مطرح کنن، چون آخه میدونستن که هیچ آدم عاقلی این حرفو تحویل نمیگیره. که آخه وقتی تو میای به یکی اعتماد میکنی ولی اون خیانت میکنه، خائن رو محکوم میکنن یا اونی که بهش اعتماد کرده؟ مثل این میمونه که توی داستان بینوایان بری یقه کشیش رو بگیری که چرا ژان وانژان رو توی خونت راه دادی و بهش اعتماد کردی. خب این حرف که مهمله، کسی تحویل نمیگیره. ولی سوال اینه که با این حرف چی رو میخوان بپوشونن؟ چون همین اسقاطی به این سوال پاسخ نمیده که اصلا چرا اون روز عملیات تروریستی تو باید حتما خودت هلک هلک از سوئد میرفتی لندن تا توی اون گفتگو توی استودیو کنار اون یکی مزدور پیشونی سیاه اطلاعات بشینی؟ چون اونی که شیطان بنده که اصلا مزدوریش برای اطلاعات رو کتمان نمیکنه، بلکه برعکس با سایت‌های رژیم در ایران خیلی رسمی مصاحبه میکنه، حال و احوال میکنه، ارتباطاتش با رژیم هم اونقدر رو هست که حتی کنگره آمریکا هم علیش موضع گرفت و جلوی سفرش به آمریکا رو یه بار گرفتن. تو هلاکت سلیمانی هم که براش عزاداری کرده بود. پس سوال اینه که این برنامه رو کی طراحی کرده بود که حتما باید شما 2 تا مزدور کنار هم توی استودیو می‌نشستین؟ حالا دیگه به اینجا رسیدن که بله اساساً این عملیات رو ایرج مصداقی همدست این یارو بوده. خب ببینید اسدی
خنده داره. یه بار دیگه تکرار کنید من بشنوم. آقای برهانی همکار اسدی بودی؟ بله، تو این ترور قرار بوده که اون روز من در ایران اینترنشنال گفتگو داشتم، قرار بوده تا این بمب منفجر شد من بیام مصاحبه کنم. میگم بله 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 مجاهدین خودشون بمب منفجر کردن. خب نگاه کنید آدمای خیلی بامزه بود این دیگه. بله، به این سوال که میرسه دیگه جوابی نداره بده و با لودگی و کمک مجریش میخواد ویراژ بده و در بره. ولی همون حرفایی که قرار بود اونجا بزنه و چون بمبی منفجر نشده بود نتونسته بود بزنه رو الان داره 2.5 سال بعد و پس از حکم دادگاه تازه میزنه. ولی اگر بمب منفجر شده بود همین حرفا رو اون روز توی تلویزیون اینترنشنال میزد تا سناریوی اطلاعات رو تکمیل کنه. حالا که دادگاه احکام مزدوران رو داده، اطلاعات همین کارت سوخته رو داده به همین مزدوران که باهاش بازی کنند. وگرنه سوال چرا الان یک دفعه یادتون افتاد که اینا توی مجاهدین بودند؟ بابا اینا 2.5 سال پیش دستگیر شدن. این وسط 2 جلسه دادگاه برگزار شد. الان یک دفعه همه با هم یادتون افتاد که چرا نفوذی اطلاعات توی مجاهدین بودن؟ خب به نظر میاد که میتونه 2 تا دلیل داشته باشه. یکی این که این روزهای قبل از حکم دادگاه مطبوعات آلمان از قول مقامات قضایی و پلیسی خبر دادند که اسامی زیادی از مرتبطین با وزارت در اسناد اسدی پیدا شده و گفتند که در عرض 3-4 سالی که اسدی در اتریش بوده 289 سفر به 11 کشور اروپایی کرده و با خیلیا ملاقات داشته و به خیلیا هم پول داده. یکی همین که چون احکام این دادگاه خیلی سنگین بوده، به طور خاص احکام لغو تابعیت و پناهندگی، بعضیا وحشت برشون داشته که نکنه اسم خودشون هم این وسطا رو بشه. پس بهشون خط داده شده که اینطوری مثلا فلش رو از روی خودشون دور کنند. اما حقیقت رو نمیشه تا ابد پنهان نگه داشت. آسیا به نوبت. وقت بخیر و خدا نگهدار.